پسر خو نمیشناسه ما تو خود تو خکتی ما کار نداشتی تو آمدی پیش بس من دیگه بان که من سر زمین یک دوتا پتک خو کنم ولی ما خود چیزی نگفتم تو برادر، ما گفتم یه در آستا گفتی. این بیپار مست مشتری مست بس تو حق نداری. بس بان که ما کدازی بفهمم کی کلان سر ما آدم. چیز میکنه تو چپ تو میگه میگه خدا راستی حسابم خراب است کسی دیوانه گپ نزنی چیزی با ذات نگو. خدای سه که رودا دبلق قبلق میکشم بعد از کلان آدم حالا ببینی که یا کلت هم سیاسی شدن دیگه خلیفه حالا تو هم دیگه سیاست گپ میزنی هیچ چیز که جبن کردی کدام سیاست معلم صاحب آورد گفت امیر همینجا دیدم این دکانت ملک خراب است اتر یک ملک شده که خدا و راستی که در یک از یاد چسبیده نباشی چکه و ماست یکی میکنن میچکنت میبرن پشت کارت ما مردم غریب دوده غریب مرا چی بیا والله که خو اون از بالایش گرفته تا پایین اونم یک کرزهش در نزدیک دیدیم دو قلای ما خو بیدر هید والله ما غریبی کار ما مرا به سیاست چی شاد اولا تو سیاسیستی یا ما بابی تو سیاسی بود یا ما نه خاله تو چرا یاره بند کردی ایده چرا اینجا بند خلیفه کردی جان آدم مرا کار من رفته نیستم من بسیار کار دارم صبر کو من رفته نیستم میفهمم یک چیز بر ما یک سوال خلق شده بگو این نظمی پرسانت کنم که اونمو امان الله خان از خدا بیامرزش نه او در اول است بعد از او آمده و نه تا آمده تا اینجا این کرزه این نفر آخر است باید عکسش در اینجا چاپ میکردن چرا این دو نفر در بالا زدن این دو تا را در بالا زدن یا خودرزادگی دارن نه چه خودرزادگی دارن یعنی برخلاف یکی دیگه کار میکنن برخلاف یکی دیگه کار میکنن عکسایش در بالا زده امان الله خان که بود خواهد یک آدمی تو که تو میگه خوب آدم بود خود نبودی خوب میمان نوازی نداشت میمان نوازی نمیز بادار نه بابا به ذات خدا این نه خالگی را که در بالا زده یک گپ دیگه هم ازش خب یا اردوی از یک کاری بسیار کلان کردن چی کلان؟ ای که بود امی انگریزا یادت است انگریزا را ای کشه گفت کشیدشان از ملک خوب ای که بود کل دروازه را واز کرد کلش گفت بیا خوب اینی گپ است که دکسش در بالا زده یا می کار کلان کرده یا می کار کلان کرده خوب آلی دیگر چرا خلیفه جان بادار قند صدقه چم بادار بچه تو باز بسیار چون میزنی باش که خشک شد در نرمش کنم یک ذره صبر کو یک دفعه ای دیگه این کل اکسا رنگه بسیار مقبول این سکو چی راستی و سفید صد لغت پوکاره واری است ای کی است؟ ای رو نمیشناسی؟ نه والا ای کی است؟ ای خو حبیبالله کلکانی بود نه؟ خو حبیبالله کلکانی نمیست؟ نمیست ای رو چرا سیاه و سفید کندند اینجا عکسشه نمیفهمی؟ نه والا ای از خاطره که پدرها ای 70 سال به نام دزد معرفی بود خو به نام دزد مشهور بود خو بعد از 70 سال معلوم شد پدر که در آخرا معلوم شد ای دزد نبود ای راور بود ای رهبر بود هرچی دگاره که میبینی یا کلش رهبرها بودن در آخرا معلوم شد که هیچ کدامش رهبر نبود بابا کلش دزد بود یعنی که 70 سال ما رفتیم پشت از یا نفهمیدیم که یا راور هستن یا دزد 70 سال دگام بری نمیفهمی خلیفه جان تو 70 سال پشت از او رفتی 4 ساعت مکمل است که ما زیر دست تو شدیم ولی از خدا ریچ مکل گفتم که خشک شده یک ذره نرمش کنم باش نرمشان کو ترشان کو بیادر لیکن کلش کو کلش میکنم برای دانت بسته کو شد اولا اینی دیگه چی رقم لباسای مقبول و همه تا شاوری سواره چشماش هسته که مردنی یک رقم ترسنده یکی هست کی را میگی؟ نادر میگی؟ نادر کور این یک قرآن خور بود این لباسای مقبول که میگی این خود لباسایی نبود که در افغانستان و در کابل جور شود این لباسایی بود که در انگلیس برش جور کرده بودن پوشاندنش بازی قرآن خور قرآن امضا کرد قرآن زد در بیخش عبدالخالق روان کرد آمد عبدالخالق زد در دانش شفتلای شباد کرد شالوده را میبینی به خدا شالوده میگی شادولای بچه نصرو ایقا میفهمن نام خدایی تو از کجایی گفار یاد گرفتی او خدا زده
مکتب خو نخوندی. ما خود تو را که دیدیم غیر در کوچه لولک دوانی و بایسکل دوانی کلان هم کشیدی تفنگ و تفنگ بازی داشتی بچه. گپار از کجا یاد گرفتی؟ گوش کو خلیفه، از کجا یاد گرفتیم؟ خو از ما پرخانه بچه شبو. خو کل سیاست مدارای که امروز نمونجاست. قمار خو نمونجا محکم میشه نه؟ خب ما در نمو پرخانه یاد گرفتم که گپاره. حالا که ما در توی گپاره میزنم تا آمدی تست کلان آدم باز شروع کرد. خو گپا که میپرسان میکنی گپا بشنو دیگه. این دیگه را به مر بگو. کی ده؟ اینی چرا اتور یک رقم خو برده واریز خو برده؟ بابا زاید میگی؟ بله. نه این را خو برده می نزنش. گم شو نان نخوردی؟ چای نخوردی؟ نزن. آیا یه چیز نداره؟ خیره گپا گوش کو بابا زاید میگی؟ خلیفه وش کنی که دیگه جای ایره سکو خوالودی را دیگه جای نگویی خندیت میکنه مردم. چطور؟ یگانه کسی که خوش پوره سمیست. یعنی چی؟ 40 سال یک دفعه خو کرد 5 سال هم است که نو خوش دادن. نو خوش دادن؟ ولی از خدا علی قریب از ما را خواه بتا بگه میره شما کلام میرم. یک دفعه گفتم نرمش کنم اول. خوش دادن نفهمیدم انشالله بوده. بدرا 40-45-50 سال است که خو از دیگه خو زنبوری داره. چی کارش داری؟ خو این نگو دیگه جایی که خوالود است. نگو که خوش کم است. این خوش پوره است. از بیدار خوی از این رای نزن. خو این دیگه کلا را دیدی چشما را دیدی دیوانا وری. همین چرا این کی از چی هسته این عکس از این را اینجا چرا دادن؟ سردار داوود میگی؟ این سردار داوود است. این نمی سردار داوود است. این دیوانه واره نامده. این دیوانه بود. اگه دیوانه نمی بود تو دانی خدا خودت فکر کن. رفت زیارت از چرا میترسی؟ اسرائیل خو نیستم در بال سرت ششتم. گپا گوش کن. احترام نباش دیگه. یک ذره در سیاست درای. چندان مرغ نیست نتر. خب رفت در زیارت بیت الله شریف. خب در وقت ادای راسم مج. نه غلط گفتم. حج. در وقت ادای مراسم حج. و مو وقتی که شیطان نمیزنن. سنگ میزنن. آفرین. چنیدم من. این پدرها دیوانگیش دمی بود. اونمو زمان سنگ ورداشته بجای ازی که بیادر شیطان ده. سنگ ورداره بجای ازی که دیج ده کلی جلاله. سنگ ده نیفه زد. آمد رب ده کرملین سنگ زد ده کلی برژنف. برژنف؟ خودش خود تیر کرد. دیوانگیش 45 سال است که دماغ شما مردم. راست میگه ولی. یکی شمیست. راست میگه. خوب شالوده یک چیز دیگر ازت پرسان کنم. تو باشه یک چند سوال ازی کنیم چی میگه. دان تا پسته کن. اینم اینی چطور هم تو خندان ولی یک رقم پریشان است. رقم ترسیده رقم واری نیست. به نظرت چی رقم یکی است؟ بابا این خود محمد ترکی بود. یه ترسیده دو رقم است. یکی یا پریشان بگو یا ترسیده. پریشان از این بود که بیادر این خانه و ایجای و این ملک یا رکی پاک کنم. ترسیده از این بود که این آدم در آستین خود مار را جای داده بود. این در آستین خود مار داشت. خیر زمان شد کدام جای غیبت هم هست؟ ما را یاد کردن راست. این خو خلیفه مسخاطر تو خدا و راستی چیز نمیگه. نه تو را نگفت. گفت ما گپ سر مار گپ زدیم. گفت کدام جای غیبت ما را میکنن. خیر این چرت بود که چه رقم پاک کنم. پنبک پختک سب کلش جور شد. اتی یک دانه بالشت. خودش هم پاکت. خانه را هم پاکت. ملک هم پاکت. ملت هم پاکت.